مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 28 مارس سال 2024 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی از آشکار شدن یک حالت تجاوز به ناموس از جانب یک راننده تاکسی خبر داد. گفته می شود کارمندان میلیسای نویه خراسان با اتهام تکوب یک جوانزن و رسیدن به ناموس او ساکن 39 ساله دوشنبه را دستگیر کردند. بنا به گزارش نشر شده شب 9 مارس سال 2024 به شعبه میلیسای نویه خراسان ولایت ختلان زن 41 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت کرده از لطکوب و تجاوز شدنش خبر داده است. به گفته این زن یک مرد ناشناس خود را راننده تاکسی معرفی کرده او را به ماشینش سفر کرده است و وعده داده است که با نرخ ارزان تا شهر بختر برده میرساند. اما هنگام رسیدن به حدود نویه خراسان راننده با استفاده از زورآوری این زن را شدیداً لطکوب کرده سپس مجبوراً به ناموسش رسیده است. خود همان شب برای تحقیق این مراجعت در شعبه کارهای داخلی نویه خراسان گروه فوری تفتیشاتی تشکیل شده به مفتشان میسر شد که بعد مدت کوتاه تمغه و رقم ماشین و شخصیت راننده را معین و گمان برشونده را دستگیر کنند. با گمان صادر کردن این جنایت ننگین در ماه شریف رمضان شهروند کریموف عبدالقادر شریپوویچ سال تولدش 1985 ساکن کوچه دهاتی نویه فردوسی شهر دوشنبه اویله‌دار صاحب 5 فرزند که قبلا با جرم اوباشی سود شده بود دستگیر گردید. بنا به فرضیه تفتیشات عبدالقادر کریموف شب 9 مارس با ماشین شخصیش تمغه خونده صنعت رقم ترانزیتیش 3878 در نزد ایستگاه بازار سخاوت پایتخت به جبر دیده که به شهر بختر راسپور بود وعده داده است که او را با نرخ ارزان برده میرساند. میلیسیا میگوید از اول مقصد کریموف از گرفتن این مشتری زن قانع ساختن نفس شعفانیش بود. هنگام رسیدن به حدود دهه حصارآباد جماعت فخرآباد نویه خراسان عبدالقادر کریموف ماشینش را از شورای اساسی به گردش طرف راست رانده در یک جای تاریک و بی آدم منع کرده است. بعدا او به مقصد قانع ساختن نفس شعبانیش جبر دیده را مورد لطکوب قرار داده با استفاده از زورآوری به ناموس آن زن دست درازی کرده است. وزارت کارهای داخلی گفت کریموف نسبت به آن زن همچنین دیگر کردارهای بد اخلاقانه را صادر کرده است ولی در این باره یگان تفصیلات نداد. خود عبدالقادر کریموف در مکان جنایت در این گزارش جریان حادثه را چنین نقل کرد: هی کردم اومدم همینجا، بعد فر اومدم و در را هوی کردم و ششتگی بود. من با مشت در رویش زدم، یگان 2 مشت زدم در رویش. در پاسخ به سوال کارمندان میلیسیا که با کدام مقصد آن زن را به اینجا آورده بود، کریموف گفت با مقصد تجاوز آورده بودمش. کریموف بعد صادر کردن جنایت ننگین در ماه شریف رمضان جبر دیده را که از ضربه های روانی و جسمانی برداشتش در حالت مودشی قرار داشت در همانجا پرتافته فرار کرده است. او بدون یگان عذاب وجدان همان شب به دوشنبه برگشته است با امید اینکه جنایتش پنهان میماند و کسی او را پیدا کرده نمیتواند. نسبت به عبدالقادر کریموف حالا بر اساس ماده های 138 و 139 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند. به او بر اساس ماده 139 برای حرکت‌های زورآورانه دارای خصوصیت شهوانی که با استفاده از حالت عاجز جبر دیده صادر شده است همچون جزا تا 7 سال زندان و بر اساس ماده 138 برای تجاوز به ناموس تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. بنا به امور وزارت کارهای داخلی حالت‌های تجاوز به ناموس در جمهوری در سال‌های اخیر رو به افزایش آوردند. بر اساس این امور سال 2023 در تاجیکستان 47 مورد تجاوز به ناموس ثبت شده است. سال 2022 در جمهوری 37 حالت دست‌دروزی به ناموس ثبت شده بود.